فروردین 1361 عملیات فتح المبین که تمام شد، محسن رضایی همه مرخصی ها را لغو کرد. ممکن بود فرصت از دست برود. برای آزادی خرمشهر بچه ها باید زودتر دست به کار می شدن. ما به محض اینکه عملیات فتح المبین تمام شد، من متوجه شدم که دیگه دست ما رو شده برای عراق. و عراقی که تا دیروز فکر میکرد برای سالیان سال در ایران خواهد ماند و ایران نمیتونه یک کار تعیین کننده ای بکنه، بعد از فتح المبین حمله بعدی ما رو در خرمشهر فکر خواهد کرد و به سرعت میره در اینکه نقاط ضعفش رو بپوشونه. و چون هنر ما هم استفاده از نقاط ضعف دشمن بود، اگر ما زمان به دشمن میدادیم، دشمن دیگه میرفت به سمت اینکه کاملا ضعف‌های خودش رو میپوشوند و بعید بود اصلا ما بتونیم خرمشهر رو از دستمون خارج کنیم. لذا یک نگرانی خیلی جدی در من پیدا شد. اولین بار بود که به همه گفتم دیگه کسی مرخصی نره. حسن رو گفتم که دیگه تو تمام وقتتو بذاری که هیچ کار دیگه تو نکن، اصلا نه کار سازماندهی میخوای بکنی، هیچ کار نکن، کل منطقه بیت المقدس رو از سوسنگر تا خرمشهر باید شناسایی بکنه. حسن تو این مدت تمام وقتش رو گذاشت، یعنی از فتح المبین تا بیت المقدس تمام وقتش رو گذاشت و برای همه این محورها تیم درست کرد. به محض پایان عملیات فتح المبین، حسن کار شناسایی را برای عملیات بعدی شروع کرد. از بازجویی افسران عراقی اطلاعات زیادی به دست آورده بود. او می‌دانست که عراق با هوشیاری منتظر حرکت بعدی نیروهای ایرانی است. یک شنبه 15 فروردین 1361 از صبح همراه رشید رفتیم بازجویی سرهنگ خضر از لشکر 3 که تا 4 عصر طول کشید. روزهای آخر فروردین سال 61 تمام وقت حسن در شناسایی می‌گذشت. منطقه عملیات بسیار وسیع بود و آرایش دشمن پیچیده. اما حالا دیگر تیم‌های بازجویی و شناسایی حسن حسابی کارکشته و خبره شده بودند. عراق جاده اهواز خرمشهر را در اختیار داشت. در شرق نیروهایش تا کناره کارون پیش آمده بودند. از طرفی دشت‌های شمالی را پر از مانع کرده بودند تا تنها راه ورود به شهر بسته شود. خرمشهر به یک دژ نفوذناپذیر تبدیل شده بود. همه جا پر بود از سیم خاردار و میدان مین. حتی ماشین‌هایی را عمودی در زمین فرو کرده بودند تا جلوی فرود هلیکوپترها را بگیرند. همه راه‌ها بسته بود. حسن و نیروهایش به همه جا سرک می‌کشیدند تا راهی برای نفوذ به جبهه دشمن و حمله به خرمشهر پیدا کنند. جمعه 20 فروردین 1361 شب را سپاه خرمشهر بودیم. صبح رفتم برای شناسایی. تا ظهر بودم و موقع نماز برگشتم به دارخوین. در میان مناطقی که حسن شناسایی کرده بود، دارخوین بیشتر از همه جا ذهنش را مشغول می‌کرد. تراکم عراقی‌ها در غرب دارخوین کمتر از حد معمول بود. دلیلش روشن بود. با وجود رودخانه عمیق و عریض کارون، عراقی‌ها در این منطقه احساس امنیت می‌کردند. اما آیا میشد عراق را غافلگیر کرد؟ شبها تیم طراحی سپاه روی اطلاعات کار می‌کرد. توی این تیم حرف حسن خیلی خریدار داشت. جلسات پی در پی برای طراحی عملیات آزادی خرمشهر برگزار می‌شد. برای حمله به خرمشهر فقط چند راه وجود داشت که همه آنها بررسی شد. یک راه این بود که نیروهای ایرانی از دشت شمالی و از روی جاده اهواز خرمشهر حمله کنند. یعنی درست همان جایی که عراقی‌ها منتظرشان بودند. جایی که کلی امکانات دفاعی داشتند. با تجربه تلخ سال اول جنگ، فرماندهان ایرانی می‌دانستند که از جنگ رو در رو نتیجه‌ای نخواهند گرفت.
راه دیگر عملیات از سمت آبادان بود که آن هم ناممکن به نظر می رسید. نیروهای نظامی عراق در خرمشهر تمرکز داشتند و ورود مستقیم به شهر امکان پذیر نبود. حالا فقط یک راه باقی می ماند. کم کم همه به فکر کارون افتادند و این همان چیزی بود که حسن می خواست. اگر نیروها با احداث پل شناور از کارون عبور می کردند، آن وقت از پشت دیوار دفاعی عراق سر در می آوردند. البته دشواری ماجرا درست از همین جا شروع می شد. بعد از عبور از کارون، ارتباط نیروهای خودی در دو طرف رود قطع می شد و در صورت عدم موفقیت هیچ راهی برای عقب نشینی وجود نداشت. حالا تمرکز حسن روی دارخوین بود. چهارشنبه 25 فروردین 1361 دیشب نخوابیدم و صبح ساعت 10 رفتم دارخوین. او باید مسیرهای امنی برای رسیدن بی سر و صدای نیروها به جاده پیدا می کرد. دوشنبه 30 فروردین 1361 از صبح مسئله شناسایی را پیگیری کردیم. محل جدیدی برای پل پیدا شده است. حسن از نیروهای شناسایی می‌خواست که در تاریکی شب دشت بین کارون تا جاده را مخفیانه طی کنند. او دنبال راههایی بود که بدون درگیری با عراقی‌ها نیروهای خودی را به جاده اهواز خرمشهر برساند. بعد از شناسایی دقیق مسیرها، حسن از فرماندهان گردانها خواست که شبانه با نیروهای شناسایی همراه شوند تا مسیرها را خوب یاد بگیرند. آنها خود را به آخرین خاکریز دشمن که کنار جاده بود میرساندند. شناسایی ها دقیق بود و هیچ نقصی نداشت. شب قبل از عملیات، یعنی شب 9 اردیبهشت، به بچه‌های شناسایی گفتیم امشب باید برید از خاکریز برید بالا، برید پشت دشمن روی جاده اسفالت رو لمس کنید بیایید. بچه‌ها فرستادیم رفتن. شناسایی کردن، فردا صبح وقتی برگشت آمدن داشتن گزارشات میدادن، از ما یه درجه‌داری رو دادن استاد اکبری. این وقتی اومد زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت شما دیشب به ما مأموریت دادید که ما بریم دست بزنیم روی جاده اسفالت رو لمس کنیم بیایم، ولی ما رفتیم تا 15 متری جاده هم رفتیم، ولی اونجا دی فرمانده گشتی به من گفت که شما دیگه نیاد، ما خودمون میریم در اونجا، نذاش من برم دست بزنم رو جاده اسفالت بیام. ببینید شناسایی ما در این حد بود، یعنی از لابلای دشمن همه عبور کرده بودن تا روی جاده اهواز خرمشهر هم کفش با دست لمس کرده بودن، برگشته بودن بچه‌های شناساییمون در اینجا. بعد وقتی ما دور هم جمع شدیم، چه کسی دستش تو اطلاعات، تو ارزیابی دشمن دست برتر را داشت؟ حسن خودش مدام برای شناسایی میرفت و گزارش میداد. گوش همه به حرفهای حسن بود. هیچ کس بهتر از او عراقی ها را نمیشناخت. محسن رضایی این را خوب میدانست. اکثر طرح‌ها را حسن می‌نوشت. بحثا که تمام میشد ایشون اینو میریخت توی قالب طرح عملیاتی برای ابلاغ به فرماندهان. خب خیلی ذهن خوبی داشت حسن، بعد جزء آدمای مسلط به طرح بود. تو جلسات جلسه پشت جلسه برگزار میشد. همه نظراتشان را میگفتند و طرح روز به روز کاملتر میشد. دیگر چیزی به شروع عملیات باقی نمانده بود. محل استقرار قرارگاه ها مشخص شد. قرارگاه قدس در شمال منطقه عمل میکرد. آنها باید از روبرو با امکانات دفاعی دشمن درگیر میشدند تا دشمن حرکت اصلی را حدس نزند. قرارگاه فتح نزدیک دارخوین بود. غلامعلی رشید شد فرمانده قرارگاه فتح. آنها باید طبق نقشه شبانه از کارون عبور می‌کردند و دشت را پشت سر می‌گذاشتند تا به جاده اهواز خرمشهر برسند. اما نزدیکترین جبهه به خرمشهر و در عین حال سخت‌ترین آنها به قرارگاه نصر رسید. قرارگاهی که فرمانده‌اش حسن باقری بود. سختی ماجرا این بود که آنها باید در دو جبهه می‌جنگیدند، هم از روبرو و هم از پهلو. حسن جنگیدن در پایین‌ترین جبهه قرارگاهش را به شجاع‌ترین فرماندهش سپرد. احمد متوسلیان، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله. حالا دیگر همه مردم برای آزادی خرمشهر لحظه شماری می‌کردند.
9 اردیبهشت 1361 نیمه های شب عملیات بیت المقدس شروع شد. آتش توپخانه قرارگاه قدس خواب را از سر عراقی ها پراند. درگیری شدیدی در دشت شمالی خرمشهر آغاز شد، اما حرکت اصلی در سکوت شبانه از کنار کارون صورت می گرفت. اول نیروهای قرارگاه فتح و بعد از آن نصر با احداث پل شناور افراد خود را از کارون عبور دادند و به سمت جاده روانه شدند. در منطقه قرارگاه فتح نیروها با نفوذ در کنار آب گرفتگی سمت راستشان خودشان را به جاده رساندند. اما در منطقه قرارگاه نصر ماجرا جور دیگری رقم خورد. نیروهای احمد متوسلیان به جاده رسیدند، اما در سمت راست آنها تیپ ولیعصر دسفول هنوز به جاده نرسیده بود. قرار بود نیروهای دو قرارگاه پشت خاکریز جاده به هم ملحق شوند و در برابر عراقی ها جبهه‌ای درست کنند. اما دیر رسیدن نیروهای تیپ دسفول باعث شد که این الحاق صورت نگیرد. عراقی ها این فرصت را هدر ندادند. از رخنه میان دو جبهه نفوذ کردند و جلوی الحاق آنها را گرفتند. آنها معنی حرکت ایرانی ها را می دانستند. بین نیروهای قرارگاه فتح و تیپ احمد فاصله افتاده بود و حالا او باید از سه طرف با عراقی ها می جنگید. احمد متوسلیان مدام با قرارگاه صحبت می کرد و وضعیت خطرناک جبهش را به حسن گزارش می داد. توی قرارگاه همه نگران بودند. حسن توی بیسیم از احمد می خواست که مقاومت کند، ولی کار ساده ای نبود. جبهه سخت و نفسگیری بود. گردانها انسجام خود را از دست داده بودند. در همان یکی دو روز اول تعدادی از فرماندهان اصلی تیپ محمد رسول الله شهید شدند. فرماندهان احمد یکی یکی شهید می شدند و او را با این کارزار سخت تنها می گذاشتند. وقتی خبر شهادت محسن وزوایی را دادند دیگر احمد تاب نیاورد. احمد به محسن اتکای زیادی داشت. با این حال چاره‌ای جز مقاومت نداشت. او باید به هر قیمت ممکن جبهه‌اش را حفظ می‌کرد. آتش دشمن سنگین بود، اما ایستادگی احمد و نیروهایش نتیجه داد. بعد از چند روز درگیری طاقت فرسا بالاخره توان نیروهای عراقی کم شد. رزمندگان ایرانی توانستند شکاف بین دو قرارگاه را ترمیم کنند و به هم ملحق شوند. با تثبیت جاده مرحله اول عملیات به اتمام رسید. حالا عراقی ها حدس می زدند که حرکت بعدی نیروهای ایرانی نفوذ به خرمشهر از روی جاده است، اما حدسشان درست نبود. نیروهای قرارگاه فتح و نصر باید با عبور از جاده به سمت مرز بین المللی حرکت می کردند و خودشان را به دژ مرزی عراق می رساندند. در قرارگاه نصر حسن نیروهای تحت امرش را برای انجام مرحله بعدی عملیات آماده می کرد. نیروها خسته بودند و کارها به سختی پیش می رفت. اما حسن هیچ گونه کوتاهی را از طرف نیروهای شناسایی قرارگاهش نمی پذیرفت. امشب خلاف من برید واقعا استخفا بکنید. نه شما امشب باید میرفت. ما اون وقت اشتباه می‌کردیم. به ما میگفتن که شما برید اطلاعات مطلوب کار کنید. ما هم گفتن. ببینید الان وقت گفتن نیست. الان وقت اینکه چی گفتن چجوری گفتن نیست. ما الان حیاتمون به این بستگی داشت. 6 نفر رفتن یه مسئله رو یاد گرفتن امشب نرفت. هر اشتباه شده هر مسئله‌ای بوده گیریم گردان شما اصلا اینجا عمل نکنه. یه بچه مسلمانه دیگه عمل میکنه. ما گفتن که شما با گردان الان مسئله ما شناسایی این مسیره. هر کی میخواد باشه.
نگفتم اونو به ما. اگه کسی نباشه که به ما یک کار نگفتن الان جواب میخوام. اون چه نمیشه. شما گفتن برید شناسایی. گفتن که شما باید شناسایی میرفتید تا تکلیف معلوم بشه، نه که نرید تا تکلیف معلوم بشه. یعنی اونطور که گفتم من گفتن یه شب برید. معدود بیاد پیش شما برادر حمید اینجاست. معدود بیاد پیش شما بشوجی. نه منظورم اینه که این کار که ما محول کردن خیلی خوب. حالا اشتباه شده، ما اشتباه کردیم. معاون تیم شما رو دیده بهت گفته این کار ادامه بده امشب. نباید تعطیل کنید. الان هم این برادرها رو راه بندازید برن به اونا برسید. شما که یه شب رفتید شرعاً مسئولید، باید برید دنبال اینا. اگر گردانتون اینجا عمل میکرد عمل میکنید شما، اگرم نمیکرد با گردانی که اینجا عمل میکنه عمل میکنید. نگفتن که ما الان من به شما دستور میدم پاشید دنبال این شناسایی برید. ما نمیتونیم یه نفری رو که روی سرمایه گذاری کردیم یه شب رفته یه نفر با شما رو برده رو میز جواب اینو بعد روز قیامت همه ما بدیم. شما مثلا چی میگید که مثلا ما یه کار گفتن انا ما اشتباه کردیم دیگه، ما معذرت میخوایم. نه خواهش میکنم. بحث الان این نیست که کی چی گفت، بحث اینه که ما 2 شب دیگه وقت داریم. این 2 شبم وقتی شما یه شبش رفتی من دیگه نمیتونم بگم که آقا گردان ایکس نفرش نره من جاش برم. خب منم تبریزی ام، دلیل نداره که حتما با تبریزی عمل بکنم که. حالا گیریم رفتم با رشتی عمل کرد، گیریم گردان شما عمل بکنه یا نکنه، بچهای تبریز اینجا عمل بکنن یا نکنن. سازماندهی نیروهای داوطلب برای انجام مرحله جدید عملیات کار ساده‌ای نبود، آن هم بعد از 6 روز نبرد سخت و نفسگیر. با این حال کارها به سرعت انجام شد و روز 16 اردیبهشت دیگر همه برای شروع مرحله دوم عملیات آماده بودند، بیخبر از حرکتی که عراقی‌ها تدارک دیدند. بامداد 17 اردیبهشت قرارگاه دستور عبور از جاده را صادر کرد. نیروها خاکریز جاده را پشت سر گذاشتند و به سمت دشت حمله ور شدند. نیروهای قرارگاه فتح در همان 2 روز اول خودشان را به دژ مرزی عراق رساندند. عراقی ها با دیدن این وضعیت از مقاومت در برابر قرارگاه قدس دست کشیدند و عقب نشینی کردند. آنها دشت شمالی را تخلیه کردند تا دست کم سدی در مقابل بصره درست کنند و جلوی نفوذ ایرانی ها را به داخل خاک عراق بگیرند. چند یگان زرهی نیروهای عراقی از روبرو به سمت احمد حمله ور شدند تا مانع رسیدن او به مرز شوند. از جنوب هم دشمن یک تیپ تازه نفس از نیروهایش را در خرمشهر مأمور کرد به احمد حمله کنند و از پهلو مقاومت او را در هم بشکنند. آنها مصمم بودند که منطقه قرارگاه نصر را تصرف کنند. قرارگاه نصر خطرش خیلی بیشتر از قرارگاه فتح بود، چون داشت میرفت وارد دروازه خرمشهر میشد و یا تو مرحله دوم وارد شلمچه میشد. خیلی دشمن وحشت میکرد و عمده قوای دشمن هم نزدیک قرارگاه نصر بود، قرار میگرفت زیر ضربات دشمن. اصلا دلیل پیشروی قرارگاه فتح این بود که در جناح چپ خودش قرارگاه نصر رو داشت و اصلا بدون دغدغه پیشروی میکرد. از نظر خود من سخت‌ترین روز عملیات در 8 سال جنگ برای من روز مرحله دوم عملیات بیت المقدس بود. خیلی روز سختی بود. پاتک‌های دشمن بسیار سنگین بود، با وادای تازه نفس و اون تیپ 10 زرهیش پاتک میکرد، پاتک‌های سنگین رنج. در جبهه احمد لحظات به سختی سپری میشد. باز هم خبر شهادت یکی دیگر از فرماندهان را به احمد داده بوده. او باید کاری میکرد. خودش را فوراً به خط رساند. دستور داد جنازه فرماندهش را با موتور از خط خارج کنند تا کسی موضوع شهادت او را نفهمد. به همه گفتند که او مجروح شده. احمد با نگرانی دور شدن پیکر فرمانده جوانش را نظاره می‌کرد. دستانش آویزان بود و پاهایش روی زمین کشیده می‌شد. از بچه‌های توی خط هیچ کدام نفهمیدند که فرماندهشان شهید شده. تنهایی احمد به اوج می‌رسید. کسی برایش نمانده بود. دیگر نمی‌توانست ادامه دهد. به آخر خط رسیده بود.
احمد همراه معاونش همت عازم قرارگاه شد تا تکلیفش را با حسن معلوم کند. مقاومت آنقدر سخت بود که حتی فرمانده شجاعی مثل احمد متوسلیان هم دیگر طاقتش را از دست داده بود. او از حسن می‌خواست که یگان دیگری را به جای او بفرستد تا او بتواند به تیپش سر و سامانی بدهد. میدونم اگه از جنوب رخنه شد با کیه؟ با اونی که اینجا تحویل دیده نمیتونه این بده زیر امر فجر منطقه فجر بده زیر امر یاد بابا کیه میگه بده زیر امر این حرفی که میزنی فکر میکنی؟ بله دیگه برای اینکه اون مجبور بشه بچسبونه زمان نیست. ما فردشتر میخوام حمله کنیم که تعریضی اگه بکنه تا فردشتر طول میکشه. ما میخوام اینو بزنیم تو خط شب حمله بعد از اینکه شما رفتین جلو خط خالی نباشه. بابا ما 24 ساعت جون بکنیم 48 ساعت ما حال حمله از پس شب به بعد بیاد. خب گردن دارن داد میدن از گردنه که داد میدن یه بذار اینجا اینو بعد واسه بکنیم. با کدوم کادر مگه حاجم حاج داوود بهت نداده بود؟ چند تا به ما میگه؟ من حالا پنجمین فرمانده گردان امروز رفت. بابا فرمانده گردانی که میخوای تو اون خط علام بذاری لازم نیست مثل خوجه‌ای باشه. بابا ما تا حالا این پنجمین فرمانده گردان امروز داریم ولی دهمین معاون گردان امروز شهید شد. آقا جان تو چقدر ضربه دیدی از نیومدن تیپ دستپول؟ ما دیگه نمیتونیم از نیومدن تیپ دستپول چقدر ضربه دیدی؟ من به خدا قسم مسئله شرعیش رو دیگه از رخت خودمون خارج می‌دونیم و دیگه نمیتونیم تو اگه یکی گذاشتیم اومد پشتش شست برد تکلیف چیه؟ اون تکلیف دیگه با ما نیست. اون تکلیف با اون که یعنی حالا هر چی امثال وزبایی رو تو این خط شهید دادی بیان بشونن خط ببرن. وقتی ما داریم میبینیم که بیار داریم میشه تداوم حفظ این خط کمک شرعیشه برده میگیری اگه دورت زدن. آره من بکنیم جلوسه حاجیه اگر از جناح شب شکافی شد مسئله شد من اینه کتبن می‌نویسم شما کتبن دارن جواب بده موچیگو میارم میذارم. این آقا خدا خدا مستحصل کرده بحث استحصال مال همه بحث ضد اسلامه بحث درسته من یقین دارم یاد نمیتونه درسته شما اگر دست حفظ این مسئله به این تیپ فجر بگید بیاد بشن میگه امرو از تو برسن الان رسیدن ما به نجابت اینجا نمیده واقعا اینه که بسمون با آخرش ما امروز آخرش نرسیدیم اگه اسلام آخر داره نه نداره ولی شمالی وقتی ما الان اومدم اینجا میگیم که آقا بله دو تا یکی فرمانده گردان یکی معاون اونم کسایی که خدا شاهد به عنوان مسئولیتی انتخاب کردن ایشون میدونه درسته یا نه؟ یه همچین جایی که با خونه یه لطایت کردی اینجوری دلت راضی میشه به سادگی برعدد خدا شاید ما هر موقع داریم میریم اونجا به نیرو داریم حرف میزنیم ظلم میزنه فقط ما رو نگاه میکنه اما دیگه اصلا نمیتونم برم اونجا روم نمیشه با خواهم برم بابا مگه واسه خودت میکنی که رود نمیشه نه من برای خودم نمیکنم ولی میرم اونجا میرم نیرو از بس اینجا خون ریخته شده از بس اینجا هی چیز شده نیرو رو همینطور نگاه میکنم هی نیرو آقا برای شما نگاه میکنم چی به همین نیرو جواب داری؟ حسن احمد را مجاب کرد که باز هم مقاومت کند. احمد به جبهه‌اش برگشت اما عراقی‌ها دست بردار نبودند. به هر شکلی بود می‌خواستند مقاومت او را در هم بشکنند. محسن رضایی با حسن تماس گرفت تا از اوضاع جبهه احمد با خبر شود. سلام علیکم. احمد چطوره؟ الحمدلله. فشار هست دیگه. مطمئن دست راست احمد خالی هنوز و از روبرو هم فشاره. علی اسفاقی میگه که 24 دشمن معدد کرده که از 22 دور بزنه احمدو. آره این درسته. خب چی کمکش بکنی؟ خب کمک به هر حال یه مقداری آیا هلیکوپترها کجان تا؟ هرچی میگن این بچه ها بنده خدا هیچکی اصلا نیست. این چیده؟ این آشورا و 22 و 46 چی کار کردن؟ اینا هستن. خب بابا اینا رو گفتیم بکشید جلو اینا رو. خب ما اگه قرار بشه از همین حالا خرجشون کنیم که چی آخه؟ حالا دار اینا برن تو خط فردا داریم از اونجا چون استفاده میکنیم ما اون به اصطلاح آشورا این کارو میکنه. خب آشورا رفت یکیش آماده است که اگه لازم بشه بره. الان لازمه برادر جان الان لازمه ببرید لااقل اون
پشت درست پشت با خاکز اولیه است، پشت خاکز اولیه است. چرا ولی به احمد نچسبیده. چرا نچسبیده؟ خب نتونه هنوز برسه دیگه. این هنوز تو راه؟ البته یه تیکه مال احمد بوده که اونم خالیه. اینی بازم افراد بفرستید اخبار ریس بیارن برات. بازم اخبار بفرستید بعد از نزدیک آخرین اخبار بیارن. این حوادث رو عمل کنه خبرها رو خیلی خوب میتونه بهتون بدن. او اصلا مگه میاد عمل بکنه؟ خب شما قرارداد کلی تیم کلی گروه دارید. گفتیمش ولی نمیاد که از 40 تا کانال باید بگذاره. وضعیت در جبهه قرارگاه نصر بدجوری گره خورده بود. اوضاع به حدی سخت شد که همه فرماندهان خودشان را به قرارگاه نصر رساندند. موقعیت به گونه‌ای بر ما سخت و دشوار شد که هممون حضور پیدا کردیم توی مقر فرماندهی قرارگاه نصر، یعنی خود آقا محسن رضایی، شهید صیاد، بنده، هممون اومدیم توی قرارگاه نصر نشستیم. حالا یه قرارگاهی هم که چه عرض کنم، مثلا یه پلی تو 2 تا گونی هم بالا سرش بود و واقعا اگه یه گلوله اونجا اصابت میکرد شاید 5-6 فرمانده ارشد ما به شهادت میرسید. زیر یک پلیتی توی یه گودالی با بیسیم داشتن با این فرماندهانشون صحبت میکردن. گرد و غبار عملیات، یعنی حرکت تانکا و باد و اینها، گرد و غبار اومده بود همه سر و روی اینها رو گرفته بود. صداشون هم از بس تو بیسیم داد زده بودن، صدای شهید باقری کاملا گرفته بود. حسن باقری مدام با احمد متوسلیان تماس می گرفت و از او گزارش می خواست. آقا شما وضعیتتو بگو ببینید. ما الان رسیبم داریم دور میخوریم. اون نیومده ما هم اونجا گیر کردیم که میخوایم بیاییم پایین. شنیدی؟ کجا؟ همون جایی که قرار بود ما بگیریم بدیم به اونا نیومدن. خب اینا الان دارن میان پشت سر، ولی راهو یه مقداری گم کرده، ولی راست ابوذر چسبیده به رئوفیه. آخه این چه وضعه؟ اوضاع در جبهه احمد بدجوری به هم ریخته بود. مدام توی بیسیم کمک میخواست. شرایط وقتی سخت‌تر شد که نیروهای عراقی از پهلو به جبهه احمد حمله ور شده. حالا غیر از جبهه روبرو، احمد باید در سمت چپ هم با تانک‌های عراقی درگیر میشد، جایی که هیچ خاکریز و امکانات دفاعی وجود نداشت. از زمین و آسمان آتش می‌بارید. تانک‌های عراقی که از خرمشهر آمده بودند می‌خواستند از پهلو به احمد ضربه بزنند و او را از پا در بیاورند. جبهه احمد داشت از دست می‌رفت. احمد پشت بیسیم فریاد میزد و از حسن کمک میخواست. آخه این چه وضعه؟ اونم که هستش اونجا همسر ما، اونم باید بیاد پایین. شنیدید؟ کجا همسر شما؟ سمت راست ابوذر همسره. نه سمت راست ابوذر خضریانه. اشتباه میکنن. من خودم باهاش صحبت کردم. من الان خودم اونجا هستم، باقی دارم میگم اونجا نیست. از دست تو از واحد ابوذر بپرسم دست راستش کیه؟ دست راست ابوذر امساقه. الان من خودم از اونجا میام. بابا این پسره رفت از بغل دستش پرسید تو مال کدوم گاردنی که من مال ابوذرم؟ امکان داره که یه نفر باشه. خیلی خوب، الان ما این مسئله رو دنبالشیم، چندین نفرم فرستادیم که این داره راه افتاده، یعنی الان منتهی یه نفری تو باطلاق گیر کرده. بله آخه چرا الان برو کردم. آخه چرا الان برادر؟ چرا الان اگر تو دست چپت مسئله داره سه پشت سرته بگیم بیا جلو. ما هم مسئله داره دیگه. چی مسئله داره؟ دست چپ من مسئله داره. اونجا من یادم میاد، حالا این خاطره رو احمد متوسلیان داشت فرماندهی میکرد، میگفت حسن گوش بده، این شاسی بیسیم رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک RPG
و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری من برهان فهمده لشکر همه درگیر شدن. میگفت غیر از من همه آرپیجی دستش، از حاج محمد گرفته تا بقیه. و میخواست بگه خیلی شرایط بحرانیه. میفهمی چی دارم میگم؟ که من از همونجا اونقدر دوچار به اصطلاح چی میگن هراس شدم که بلند شدم به سرعت خودم رسوندم به منطقه قرارگاه فتح. تو راه هم دائم با احمد کاظمی و شهید خرازی حرف میزدم. گفتم رو به سمت جنوب آرایش بگیری. حالا آرایش قرارگاه فتح رو به سمت غرب بود. گفتم رو به میگفتن چرا؟ گفتم منطقه قرارگاه نصر احتمالاً از دست خواهد رفت و دشمن به ما خواهد رسید. تقریبا همه مطمئن شده بودند که جبهه قرارگاه نصر سقوط خواهد کرد. به همین دلیل رشید خود را به قرارگاه فتح رساند. دستور داد که نیروهایش آرایش جنوبی بگیرند و منتظر آمدن عراقی ها شوند. آنها آماده مبارزه بودند، اما حسن کسی نبود که به این راحتی ها شکست را بپذیرد. حالا حسن ماند و جبهه‌ای که داشت از دست می رفت. تصمیم گرفت که خودش شخصاً وارد معرکه شود. بیسیم را برداشت و با رحیم صفوی در قرارگاه مرکزی کربلا تماس گرفت. رحیم با رفتن حسن به خط مقدم مخالفت میکرد، اما گوش حسن به این حرفها بدهکار نبود. من بهش میگفتم تو نباید بری، ولی ایشون میگفت من خودم باید برم و از نزدیک صحنه را ببینم و تصمیم بگیرم. لازم نیست که خودت بری اون جلو. نمیشه آدم اینجا غیر از این که پشت بیسیم حرف میزنه اونه که کاری انجام نمیده که ما هم همینجوری اعصابمون داره بیشتر خورد میشم، هیچ کاری هم انجام نمیده. توجه کن، من عزیز که اونجا، عزیز بیاد اینجا بشینه من بیارم اونجا. حسینم اونجاست، رضا حبیب اللهی هم اونجا. خیلی خوب میدونم. الان هم که ما اونجا بریم با همین دو تا دستگاهی که داریم با شما صحبت میکنیم دیگه. اینی که میخوام اینجا بشینیم صحبت کنیم میریم اینجا برادرمون سعدی هستیم. فکر نمی‌کنم با بودن اونا دیگه ضروری باشه که خودت هم بری. حالا بریم ببینیم چیکار میشه کرد. یه عزیز اونجا نیست. چرا عزیز رفته؟ من نمیخوام برم. خب این که درست نیست. آخه چی کار بکنیم پس؟ بدبختی نیست آخه ای و ماشاءالله آیا آباد من نگران شهادت این بزرگوار بودم. علت مانم این که من هم از نظر عاطفی هم از نظر بالاخره اون ارتباط خوبی دلم نمیخواست ایشون زود شهید بشه. خب من مانع رفتنش، بالاخره ایشون ما را متقاعد کرد که باید بره جلو. بالاخره به امیر حسنی سعدی گفتش که آقای حسنی سعدی شما اینجا باش پای بیسیم، من برم ببینم حاج احمد چی کار میکنه. اینا اگه ول بکنن اینجا رو همه چی به هم میریزه. حسن سوار موتور شد تا خودش را به خط مقدم برسانه. باید به داد احمد میرسید. این رو من از قول او برادری که با یک ضبط صوت کوچیکی کنار شهید باقری بود و با موتور با هم رفته بودند از قول او میگم، چون من تو قرارگاه فتح بودم. ایشون نقل میکرد که ما رفتیم و حاج احمد رو توی یه گودالی پیدا کردیم نزدیک جاده آسفالت. حاج احمد هم یه ترکش تو پاش خورده بود، با یه باندی بالای این زخم رو بسته بود که خون ریزیش زیاد نشه. گلولم امان نمیداد دیگه، دائما گلوله خمپاره 60 خمپاره 80 یک دور برمون میخورد، تیراندازی و رگبار و اینا هم بود. یه طرفین عراقی ها بودن. حاج احمد اونجا اصرار میکنه که من باید این بچه‌ها رو بیارم عقب، همشون شهید میشن، هیچ راهی نداره و من نمیتونم برم. شهید باقری هم اصرار میکنن که اگر شما بیاید عقب اینجا رو تخلیه بکنید کل عملیات به هم میریزه. یگانهای عقب هنوز مستحکم نشده و عراقی ها اگر از تو بگذرن همه این بچه ها رو قتل عام میکنن، یگانا محاصره میشن و تو باید بمونی، باید مقاومت بکن. ایشون اصرار که ما باید برگردیم و شهید باقری اصرار بر این که باید بمونید، هیچ راهی نداره. حاج احمد دیگه خسته میشه، فشار عملیات، بیخوابی شب و این حرفا، و هم داره روی کاغذ یه چیزی مینویسه میده به پیک، میگه اینو ببرید بدید با آقا محسن. من نمیتونم، اینجوری نمیشه فرماندهی کرد و اینا. تا این پیک میگیره ببره، شهید باقری کاغذ رو میگیره باز میکنه. این دوستمون میگفتش که دیدیم رو کاغذ نوشته که برادر محسن، این فرمانده قرارگاه نصر حسن باقری داره زور میگه، من نمیتونم اینجا بمونم، این بچه‌ها دارن شهید میشن، من نمیتونم مقاومت بکنم.
من میخوام بیام آقا من اصلا این قرارگاه نصر رو قبول ندارم. این چه وضعیه؟ حرف من گوش نمیده و اینا. ایشون نقل میکنه که حسن این کاغذ رو گرفت و یه خودکار در آورد، یه چیزی زیرش نوشت، داد به پیک و برد. حاج احمد این دفعه پیک رو گرفت و گفت کاغذ بزنم چی نوشته؟ گفت گرفت باز کرد، دیدیم که نوشته که برادر محسن حق با حاج احمده، او خیلی خسته است و از منم تواناتره برای فرماندهی. حاج احمد من قبول دارم، اجازه بدید من فرمانده تیپ باشم تا آخر عملیات، حاج احمد بیاد قرارگاه نصر و من همین الان اینجا میمونم، حاج احمد بیاد آقا. به حاج احمد میگه شما برو عقب، برو تو پیش حسنی سعدی، من اینجا هستم. که حاج احمد این کاغذ رو میبینه دیگه تو همون حالت منقلب میشه، ایشونو میبوسه و میگه نه من منظوری نداشتم. میگه میدونم با من که تو رو میشناسم، تو که آدم شجاعی هستی، من که میدونم مشکل نداری، تا من دارم بهت میگم حاج احمد الان اینجا رو تخلیه بکنیم کل عملیات به هم میریزه، کل ملت کل این رزمنده ها منتظرن، ما باید مقاومت کنیم. الان هم ظهر تا شب 5-6 ساعت 7 ساعت باید مقاومت بکنیم، ما هیچ چاره ای نداره تا اینکه گردانای یگانای دیگه برسند و ما عرض جبهه رو زیاد بکنیم بریم جلو. که همونجا یه آقای کاشانی رو پیدا میکنه، میگه لودر بلدی، میگه رو بپر یه خاکریز بزن، که این شروع میکنه دیواره جاده رو یه قدری بلند میکنه، یه قدری وضع اوضاع بهبود پیدا میکنه. حرفهای حسن اثر داشت. احمد به هر قیمتی که بود جبهه‌اش را تا آخر حفظ کرد. وضع جبهه که بهتر شد، حسن به قرارگاه برگشت. بالاخره نیروها خودشان را روی خط مرزی رساندند و همانجا به هم ملحق شدند. حالا همه برای مرحله سوم عملیات آماده می شدند. نیروها باید تا تنومه و جاده شلمچه به بصره پیش می رفتند و به رود اروند می رسیدند. به این ترتیب خرمشهر به محاصره در می آمد و بخشی از استان بصره عراق هم تصرف می شد. اما 20 روز از عملیات می گذشت و همه خسته بودند. نوشته شده بود توی همون دستور عملیاتی که بنا به دستور قرارگاه فتح، قرارگاه نصر تک را ادامه می دهید تا به اصطلاح ساحل رودخانه اروند رود در شرق بصره. یعنی ما باید کل زمین شرق بصره رو درون خاک عراق تصرف می‌کردیم، منتها بنا به دستور. تردیدهایی به وجود آمد، ولی حسن معطل این حرفها نشد. نیروهای شناسایی را جمع کرد تا شناسایی برای مرحله بعدی عملیات را داخل خاک عراق انجام دهد. او اهمیت زمان را می‌دانست، نمی‌خواست فرصت را از دست بدهد. الان جنگ سرنوشتات شده خرمشهر. تمام امید ما بعد از خدا به این شناسایی‌هایی که شما دارید، مسئولیت شما الان من میگم سنگین‌تر از همه کسایی که الان دارن در اصول جنگ کار میکنن. الان نیروها 4 بار 5 بار عمل کردن، خسته. ما هم الان نیرو به اندازه کافی نداریم در سطح مملکت. یعنی تا اینجا اون اثرش رو داشته خونه بچه‌ها، ولی از حالا به بعد قضیه گیر بیشتری پیدا کرده. عراق لشکر 9 رفته از خانقین آورده، لشکر 7 و 2 تا تیپشو از اینجا آورده، چیزی در حدود 5 تا 6 تا 7 تا لشکر آورده از بصره تا شلمچه آرایش. یعنی از دیروز ما همه حواسمون رفته به بالا. یعنی شده جریان چذابه، حواس ما رو میخواد جمع کنه به یه جا دیگه. اگرم ما نجنبیم تو این شلمچه بهتون قول میدم تا 3 روز دیگه پاتکاشو شروع میکنه ما رو میندازه پشت همین کانال آبی که بودیم. یعنی اگر شما تون دست برید ولو به این که اسیر بشید، مسئولیت شدیدتون با من. الان ما راهی غیر از این نداریم، زمانم نداریم. ما حد اکثر زمانی که داریم امشب و فرداشه. یعنی موقعی که دارید میرید اینو فکر بکنید که اگر بدون حاصل برگردید، یعنی همه تیپایی که میخوان عمل کنن کور عمل میکنن. یعنی الان که دارید میرید این رو بدونید که بزرگترین نقش رو در جنگ خدا به عهده‌تون گذاشته. خدا بزرگترین توفیق رو بهتون داده که در حساس‌ترین نقطه جنگ واقع بشید. یعنی قطعاً باید بتونید دستتون رو بزنید به آب شط العرب برگردید. اگه بچه‌ها برای شناسایی تا جاده اتفاق نیومده بودن، ما محال بود جاده احمد خرمشهر. مسیری هم که شما دارید میرید تا پل عراقیا 5 کیلومتر. این رو یادمون باشه که اگر تا صبح کارمون به یه جایی رسید، خب
2000 تا 3000 تا نیرویی که به پشتوانه ما میخوان برن جلو، البته با لطف و یاری خدا میرن جلو و الا ممکنه مسئله به مشکل برخورد بکنه و مردم موندن. یعنی ما نمیدونیم به مردم چی بگیم. مردم میگن این خورنتری که 4 بار روزنامه تیز زدن درگیری تن به تن تو شهر، نمیدونم 2 کیلومتر مونده 1 کیلومتر مونده، چیه قضیه گیر کرد؟ عراق از نظر اطلاعات میدونه ما میخوام چیکار کنیم. یعنی دیگه ما برامون این مسئله نیست که عراق بفهمه ما از کجا میخوان حمله کنیم. و الان عراق بدترین آرایش شده. یعنی اگر ما نیرومون نفوذ بکنه 2 کیلومتر پشت خط عراقی‌ها، همه چی فرو ریخته دیگه. انشاءالله که خدا یارتون باشه. من خودم به واقع میگم احساس حقارت میکنم در مقابل کاری که شما دارید میکنید، ولی راهی غیر از این نداریم. یعنی خدا شاهدی که خودم دوست داشتم که یه عنصر شناسایی بودم و میرفتم شناسایی، چون بزرگترین نقش رو الان شناسایی. برید انشالله توکل بر خدا بکنید، خدا هم کمک میکنه، انشالله ببینید که راهی پیدا بشه و امتحان خدا. نیروهای شناسایی دست به کار شدند. همزمان جلسه نهایی فرماندهان هم برگزار شد. رزمنده‌های ایرانی پشت دروازه‌های خرمشهر بودند و آنها باید زودتر تصمیمشان را می‌گرفتند. چهارشنبه 29 اردیبهشت 1361 دیشب تا 4 صبح بیدار بودیم. راجع به راهکارهای موجود بحث می‌کردیم که به نتیجه قطعی نرسیدیم. واقعاً وضعی به وجود آمده که همه تزلزل دارند. تو فشار قرار گرفته بودیم، مردم میگفتن 20 چند روز از عملیات داره میگذره، صدا و سیما این همه، ولی چرا خرمشهر رو آزاد نمی‌کنید؟ واقعا هم همینجور میگن. تا روز 22 هنوز ما به شهر عراق هم بیش از 10,000 نیرو تو خرمشهر نگه داشته بود و خبرنگاران آورد تو خرمشهر گفت که ایرانی‌ها دروغ میگن که خرمشهر آزاد. ببینید ما راست هم میگفت 10,000 نیروی عراقی در خرمشهر. همه چشم انتظار آزادی خرمشهر بودند. به نظر می رسید توانی برای ورود به خاک عراق باقی نمانده است. هرچه ما عملیات به جلو می رفت به خاطر مقاومت شدید دشمن، ما ناچار بودیم مرتب طرح عملیاتیمون رو اصلاح کنیم. لذا طرح عملیاتی رو ما محدود کردیم تا مرز. ما تو اون مرحله آخر نیرو کم برده بودیم. الان میتونم این حرفا رو بزنم. هر تیپ ما 2 گردان دیگه بیشتر نیرو نداشت. همه حله جنگ اینجوریه. خوف میرفت که نه تنها به بصره نرسیم، خرمشهر هم نتونیم به دست بیاریم. به خطرش نمی ارزید. شکست در مرحله آخر کل عملیات را به شکست می کشاند. ما تحریزی عملیات که به سمت شلمچه یعنی گرای 270 درجه حرکت می کردیم، جهت عملیاتمون را برگردوندیم 180 درجه، جاده شلمچه به خرمشهر را قطع بکنیم و خرمشهر را دور بزنیم و دیگه خرمشهر را آزاد کنیم. قرار شد که نیروها با حرکت مستقیم روی مرز بین المللی به سمت جنوب بروند و محاصره خرمشهر را کامل کنند. دیگر چیزی تا آزادی خرمشهر نمانده. حرکت روی خط مرزی با هدف تصرف خرمشهر آغاز شد. دشمن توان دفاعیش را از دست داده بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت. در کمتر از 2 روز محاصره شهر کامل شد. عراقی‌های داخل شهر بدجوری گیر افتاده بودند. پیروزی بزرگی در خرمشهر به دست آمد. 15,000 عراقی بدون هیچ مقاومتی اسیر شدند. همه سرمست پیروزی بودند و کشور غرق در شوق و شادی بود. حسن فرصت زیادی برای جشن و شادی نداشت. او به چیزهای دیگری فکر میکرد. میخواست به خرمشهر سر و سامان بدهد. 4 خرداد 1361 بدین وسیله به سپاه خرمشهر مأموریت داده می شود که انتظامات داخل شهر را عهدهدار شود. برگه مجاز ورود به خرمشهر فقط توسط قرارگاه نصر صادر خواهد شد. فرمانده لشکر 5 نصر حسن باقری. شور و شوق رزمنده ها از آزادی خرمشهر تمامی نداشت.
همه به خرمشهر آمده بودند تا در این جشن بزرگ شریک باشند. اما حسن خیلی در خرمشهر نماند. اوضاع خرمشهر که آرام گرفت، حسن به تهران برگشت. دوباره شد غلام حسین افشردی. در جبهه آوازه‌اش پیچیده بود. اما غلام حسین کاری به این حرفها نداشت. طبق معمول مشغول زندگیش بود. پنجشنبه 13 خرداد 1361 حدود صبح رسیدیم تهران. رفتم خانه. با مامان و محمد حسین رفتیم دیدن بتول. شب برگشتیم. خرداد ماه وقت غلام حسین بیشتر در تهران می‌گذشت. در این 2 سال هیچ وقت خانواده‌اش او را سیر ندیده بودند. نه او را و نه محمد را. حالا که خرمشهر آزاد شده بود، خانواده دوباره دور هم جمع شده. خونه ما خیلی خونه گرم و شیرینی بود و ما خیلی خوش میگذشت اون خونه. به گو و به خند و محبت و یعنی واقعا خونه پدری ما، خدا پدرم رو رحمت کنه، مادرم رو حفظ کنه، خونه خوبی بود، خیلی خونه خوبی بود. خب وقتی که چند نفر توش نباشن طبیعیه که دلتنگ بشن. بقیه وظیفه‌شون بود برن. اگه منم پسر بودم منم حتما رفته بودم. منتها نبودنشون دلتنگی میاره. روزهای دور هم بودن خیلی طول نکشید. جنگ هنوز ادامه داشت. غلام حسین به خانواده اش یاد داده بود که خیلی دلبسته آنها نشوند. برای آدمهایی مثل او و برادرش همیشه احتمال خطر وجود داشت. او خیلی زود رفت اهواز. دیگر فرصت زیادی نداشت. فقط 7 ماه از زندگی حسن باقی مانده بود. زمان به سرعت می‌گذشت. از خون جوان